قدیما آدما وقتی میخواستن برنامه‌نویسی یاد بگیرن میرفتن دانشگاه، به هر حال یه مسیری رو طی می‌کردن، یه زمانی ازشون میگذشت، کلی درس پایه‌ای رو باید پاس می‌کردن تا در نهایت بتونن اسم خودشون رو بذارن برنامه‌نویس. اما الان اینطوری شده که کلی دوره آموزشی توی اینستاگرام، توی یوتیوب و جای دیگه هست که بهت میگه 2 ماه برنامه‌نویس شو، 3 ماه سنیور شو، 4 ماه بیا تک لید شو و از این جور مطالب. به خاطر همین یه مقدار از اون عیار برنامه نویسی کم شده. یعنی شما الان برنامه نویس میبینی که 4 ماه برنامه نویس شده، اما اون عیار قبل رو نداره. این عیاری که ما داریم ازش صحبت میکنیم اون دانش الگوریتمی و ساختمان داده‌ایه که یک برنامه نویس باید داشته باشه. یعنی شما هر چقدر که بیشتر از الگوریتم‌های مختلف بدونی، هر چقدر که بیشتر از داده‌های مختلف و اون ساختارهای داده‌ای مختلف بیشتر اطلاعات داشته باشی، احتمالاً تو هر زبانی که بری موفق‌تری، احتمالاً دنیای برنامه‌نویسی و تکنولوژی رو بهتر درک کردی، چون همه تکنولوژی‌های امروز و آینده ته تهش میرسه به همون الگوریتم‌های گذشته، ته تهش میرسه به همون ساختار داده‌هایی که ما تو دانشگاه یاد گرفتیم یا به هر حال توی محیط‌های دیگه علمش رو به دست آوردیم. یعنی اون پایه علمیش یکیه. حالا این وسط اونایی که اومدن 2 ماه برنامه‌نویس شدن از یه جایی زدن به هر حال دیگه. من نمیگم 2 ماه نمیشه برنامه نویس شد، میشه، اما برنامه نویس خوش عیاری نمیشه شد. برنامه نویسی نمیشه شد که دانش عمیقی نسبت به برنامه نویسی داره. برنامه نویس شدن رو حالا من خیلی فعلا تعریف خاصی براش نمیخوام ارائه بدم که آقا اصلا برنامه نویس چیه، همینطور گلومون رو باد بندازیم بگیم مثلا تو برنامه نویس نیستی ما برنامه نویس هستیم فلان. نه، همون مفهومی که یک آدم فعلا میتونه از یک تکنولوژی، حالا هر زبانی که هست، به جایی برسه که توی جایی مشغول به کار بشه، توی شرکتی مشغول به کار بشه و بتونه کسب درآمد بکنه. حالا به عنوان یک برنامه نویس ما به همون معنی عامیانش بهش میگیم برنامه نویس. بحث اینه که چه اتفاقی واسه این آدما میفته در آینده. این آدم‌ها خیلی خیلی زود از بازار اوت میشن، یعنی از بازار مجبورن که خارج بشن، چون اون علم درستی رو که باید ندارن، چون توی روندهای کدنویسیشون از یک سری دوره‌های آموزشی احتمالاً فارسی یا شاید هم یک سری آدم‌هایی که خیلی آدمای وریفای نبودن یاد گرفتن. دست خط درستی نیست، نوع فکر، طرز فکر درستی نیست. دلیل بعدی این که ما باید حتما الگوریتم و ساختمان داده رو به عنوان یک برنامه‌نویس یاد بگیریم اینه که تو اکثر مصاحبه‌های فنی مصاحبه کننده در مورد الگوریتم و ساختمان داده حداقل یک سوال میپرسه، یعنی اصلا توی این قضیه شکی نیست. خب حالا ما استثنا رو الان یادمون نیاد که یک نفر رفته یا خودمون رفتیم یه جایی مصاحبه کردیم و مصاحبه کننده اصلا سوال الگوریتمی نپرسیده، یا هدف مصاحبه فرق می‌کرده که سوال الگوریتمی توش نبوده، یا اصلا مصاحبه کننده آدم درست حسابی نبوده که سوالی از این زمینه نپرسیده. اما اکثر شرکت‌های درست حسابی حتما سوالای پایه‌ای مربوط به الگوریتم و ساختمان داده رو میپرسن. در نتیجه اگر اول مسیر برنامه‌نویسی هستی، به نظرم حتما برو اول از همه الگوریتم و ساختمان داده رو خوب یاد بگیر. البته این به این معنی نیست که بخوای کمالگرایی بکنی و بخوای چندین ماه وقت صرفش بکنی و وارد اون پروسه حالا تولید محصول نشی، واقعا صرفا بشینی یه سری الگوریتم و اینها رو بخونی. نه، اما الگوریتم و ساختمان داده رو حداقل چیزای بیسیکش رو یاد بگیر تا بدونی وارد چه دنیایی داری میشی. این قضیه تو ناخودآگاهت بسیار در آینده کمک میکنه، توی شیوه کدزنی، توی طرز فکرت و توی دستخطی که در آینده خواهی داشت بسیار تاثیر میذاره. حتی شاید این قضیه تاثیر خیلی هم ملموس نباشه واسط. و اگر وسط راه برنامه نویسی هستی یا خودت با خودت حداقل رو راستی که در مورد الگوریتم و ساختمان داده خیلی مطالعه نداشتی اما الان داری به عنوان برنامه نویس فعالیت میکنی، بهتره بهت پیشنهاد بدم که یه بک بزنی و یه دور کامل در مورد الگوریتم ها و ساختمان داده بخونی قبل از اینکه بری سراغ تکنولوژی جدیدتر. یک بار راجع به اینها بخون تا بیشتر از این اگر دستخطت بد بوده همونطوری پیش نره و بتونی راحت‌تر اصلاحش بکنی.